رئیس جمهوری ترکیه امروز میزبان نشستی سه‌جانبه با رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان بود. ترکیه می‌کوشد پاکستان و افغانستان را وادارد برای پایان جنگ در افغانستان همکاری‌های خود را افزایش دهند. اتهام کمک به شبه نظامیان بر روابط پاکستان و افغانستان سایه انداخته. تا اینجای کار قرار شده کابل و اسلام آباد برای تحقیق درباره قتل برهان الدین ربانی کمیته مشترک تشکیل دهند. آصف معروف همکارم در استودیو با ماست برای اینکه جزئیات بیشتر موضوع رو بررسی کنیم. آصف، این جلسه با صدها جلسه دیگه‌ای که در مورد مسائل افغانستان تشکیل میشه چه فرقی داشت؟ در واقع بخشی از جلسات و گردهمایی‌هایی که در مورد افغانستان بود یک قضیه بین المللی بود که دوستانش از غرب از دور درش دخیلی بودن و این یک مقدار منطقی هست و ما می‌دونیم که ترکیه برای ششمین بار هست که میزبان اجلاس سه‌جانبه ترکیه، افغانستان، پاکستان هست و می‌خواهد نقش به عنوان یک کشور با نفوذ مسلمان در منطقه که در افغانستان داره و هم نقشی که به عنوان میانجی میان منطقه و ناتو و غرب داره را بازی کنه و اگر بتونه در قضیه افغانستان یک گام‌هایی را برداره تا بتونه به نتایج برسه که صلح و ثبات به کشور برگرده. دقیقاً مسئله اینه که ترکیه خیلی علاقه‌منده که این نقش میانجی رو هرچه پررنگ‌تر به نمایش بگذاره، اما واقعاً چقدر توان داره که بتونه کاری بکنه در این زمینه؟ از نظر تأثیرش اگر تا کنون ببینیم، ترکیه یکی از محدود کشورهای منطقه هست که در افغانستان در واقع محبوبیت داره، هم در میان اسلامگراها هم در میان سکولارها و در واقع دوستی افغانستان و ترکیه بر اساس اون داستان سکولاریسم اتاتورک در 1930 با امان الله خان آغاز شد، ولی بعدا در سالهای مقاومت و جهاد مجاهدین افغانستان با ترکیه نزدیک شدن و پیشنهاد هم که ترکیه برای ایجاد یک دفتر نمایندگی بر طالبان کرد یک مقدار در واقع دل اونا را هم به دست آورده، هرچند هنوز عملی نشده. یعنی ترکیه از نظر نفوذی که در منطقه داره، تأثیری که از نظر رابطش با غرب و ناتو داره، اگر بخواهد و در افغانستان هم در واقع در سطح همسایه‌هایش حسن نیت به وجود بیاید میتونه نقش بازی کنه. امروز آقای کرزی باز هم اشاره کرده به این موضوع که اگر بخوان با طالبان وارد مذاکره بشن، در واقع افغانستان با پاکستان هست که طرف مذاکره قرار میگیره و پاکستان رو مسئول میدونه و با اونها صحبت میکنه. واقعا تشکیل این کمیته مشترک برای بررسی کشته شدن برهان الدین ربانی چقدر میتونه راه به جایی ببره؟ خب داستان از اونجا برمیگرده که در واقع چندی پیش پاکستان امتناع ورزید از اینکه در داستان قضیه قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح تحقیق کنه. برای گفتن شما این داستان را رسانه‌ای کردن و ما حالا کاری نمیتونیم. در واقع یک نوع امتناع ورزیدن. حالا در این حد خودش یک موفقیت است که قبول کردن تا بررسی کنن، برای که مدارکی در دسترس افغان ها هست که نشان میدهد کسانی که در این قتل دست داشتن سر نخش در پاکستان در کویته هست و غالبا بعضی از حلقات پاکستانی درش ممکن هست دخیل باشه، نه مثلا در سطح دولت. این همکاری ممکن است یک مقدار حسن نیت و اعتماد شکسته را در واقع دوباره ایجاد و احیا کنه و خودش مفید است در واقع برای یک بخش کار. بخش دیگه کار همکاری های بیشتر پاکستان است که ازش انتظار میره تا شورشیان را به میز صلح در واقع وادار کنه که بیاین و همکاری عملی تر و بهتر بتونه بکنه تا افغانستان بتونه با شورشیانش از نزدیک تماس برقرار کنه و یک راه بالاخره برای شکست بنبست به وجود بیاید. ممنونم. آصف معروف همکارم در استودیو با ما.